کشوری رو تصور کنین که کل مساحتش تقریبا اندازه استان مازندرانه، اما توی همین تیکه کوچیک بیش از 10 میلیون نفر زندگی میکنن. از مردمان مذهبی گرفته که حتی روزهای شنبه دکمه آسانسور رو لمس نمیکنن تا جوونایی که تل‌آویو رو به یکی از زنده ترین شهرهای منطقه تبدیل کردن. اینجا اکثر جوونا قبل از ورود به دانشگاه دوره سربازی رو میگذرونن. شرکت‌های فناوری 1/5 از اقتصاد رو به خودشون اختصاص دادن و همین سرزمین کوچیک خاستگاه یکی از نظامی ترین جوامع و ملتهب ترین مرزهای جهانه. اسرائیل در ساحل شرقی دریای مدیترانه قرار گرفته. از شمال با لبنان، از شمال شرقی با سوریه، از شرق با اردن و از جنوب غربی با مصر مرز مشترک داره. مساحت این کشور حدود 22072 کیلومتر مربعه و اگر پرواز مستقیمی وجود داشت فاصلش تا تهران فقط حدود 2 ساعت و نیم بود. جالبه بدونید نزدیک به نیمی از یهودیان جهان توی این کشور زندگی میکنن، کشوری که تولدش با جنگ همراه شد. قبل از تأسیس اسرائیل این منطقه بخشی از فلسطین و تحت قیومیت بریتانیا بود، اما تو سال 1947 سازمان ملل طرحی رو ارائه کرد که بر اساس اون این سرزمین به 2 کشور، یکی یهودی و دیگری عربی تقسیم شه و شهر بیت المقدس هم وضعیت بین المللی جداگونه‌ای داشته باشه. ولی 1 سال بعد اعلام استقلال اسرائیل خیلی زود به جنگ با کشورهای عربی اطراف منجر شد و نتیجه این جنگ مرزهای کاملا متفاوت از طرح اولیه سازمان ملل به وجود آورد. تو جنگ 6 روزه سال 1967 اسرائیل کنترل کرانه باختری، شرق بیت المقدس، نوار غزه، شبه جزیره سینا و بلندی‌های جولان رو به دست گرفت. البته شبه جزیره سینا که توی همین جنگ به اشغال اسرائیل در اومد، سالها بعد در پی امضای پیمان صلح با مصر به این کشور برگردونده شد. اما وضعیت کرانه باختری، شرق بیت المقدس، جولان و شهرک‌های اسرائیلی همچنان از اصلی ترین مناقشات سیاسی جهان محسوب میشه. این کشور حدود 10 میلیون و 244 هزار نفر جمعیت داره که این جمعیت رو 76% یهودی، 21% عرب و نزدیک 3% اتباع خارجی تشکیل دادن. به همین دلیل هم هست که اسرائیلی بودن و یهودی بودن دقیقاً یه معنی نداره. اما چرا یهودیای جهان همشون تمایل دارن به اسرائیل مهاجرت کنن؟ یکی از اهداف اصلی تشکیل اسرائیل ایجاد سرزمینی بود که یهودیان سراسر دنیا بتونن زیر سایه یه دولت یهودی زندگی کنن. به همین دلیل هم مهاجرت یهودیان یا چیزی که در عبری علیاه نامیده میشه یکی از پایه‌های سیاست جمعیتی این کشوره. از زمان تأسیس اسرائیل بیشتر از 3.5 میلیون مهاجر وارد این کشور شده و تا پایان سال 2024 حدود 45% کل یهودیان جهان توی اسرائیل زندگی میکردن. یعنی جمعیت این کشور که زمان تأسیسش فقط 806 هزار نفر بود در حال حاضر بیش از 12.5 برابر شده. زوجای یهودی که به اسرائیل مهاجرت میکنن توی ماهای اول ورود کمک مالی دریافت میکنن و اگر نتونن شغل پیدا کنن بهشون کمک‌های معیشتی داده میشه. دولت حتی برای اونا دوره‌های رایگان آموزش زبان عبری برگزار میکنه. خدمات بیمه درمانی و کمک هزینه اجاره هم براشون در نظر گرفته میشه. برای خرید یا وارد کردن خودرو هم تسهیلات مالیاتی وجود داره. به علاوه اگر اونا صاحب فرزند بشن کمک هزینه تولد و یه مقدار از هزینه ماهانه فرزندشون از دولت دریافت میکنن. برنامه معروف دیگه‌ای که برای جذب یهودیان به اسرائیل وجود داره برثرایت نام داره که برای جوانای یهودی 18 تا 26 سال برگزار میشه. این برنامه یه سفر گروهی 10 روزه رایگانه که هزینه پرواز، اقامت، حمل و نقل و بیشتر وعده‌های غذایی رو پوشش میده. هدفش هم آشنا کردن جوانای یهودی خارج از اسرائیل با این کشور و هویت یهودیه. کلا اسرائیل خیلی علاقه داره جمعیتش رو رشد بده. به همین خاطرم برای افزایش جمعیت یهودیان به خانواده‌های صاحب فرزند تا 10 سالگی کمک مالی میکنه. این پرداخت‌ها با به دنیا اومدن اولین فرزند شروع میشه و با تولد فرزندان بعدی افزایش پیدا میکنه. مبلغ این یارانه تو سال 2026 ماهانه برای فرزند اول 173 شکل و برای فرزند دوم تا چهارم 219 شکل تعیین شده. اسرائیل تو سال 2024 با متوسط حدود 3 فرزند برای هر زن بالاترین نرخ باروری رو بین کشورهای توسعه یافته داشته. سیستم درمانی اسرائیل حمایت قابل توجهی از درمان ناباروری انجام میده و صندوق‌های درمانی هزینه خدمات ناباروری با تخمک خود فرد و تا 35 سالگی و برای تولد حداکثر 2 فرزند پرداخت میکنن. البته دلیل این موضوع صرفاً سیاست دولت نیست. اهمیت خانواده، ساختار مذهبی بعضی از جوامع، خانواده‌های پرجمعیت و یهودیان فوق ارتدوکس همگی تو شکلگیری این آمارا نقش داشتن. یکی از تفاوت‌های مهم جامعه اسرائیل با بیشتر کشورهای جهان حضور پررنگ ارتش تو زندگی مردمه. خدمت سربازی برای اکثر شهروندان یهودی اجباریه. حداقل دوره خدمت
برای بیشتر آقایونم 32 ماه و برای خانوما 24 ماهه. البته استثناءات متعددی هم وجود داره و ممکنه شهروندان عرب، زنان مذهبی، افراد متأهل و کسایی که شرایط پزشکی خاص دارن بتونن از این خدمت معاف بشن. اینجا خیلی از جوونا بعد از تمام شدن مدرسه مستقیم وارد ارتش میشن و چند سال بعد به دانشگاه میرن که همین مثلا باعث شده شروع تحصیلات دانشگاهی توی اسرائیل معمولا دیرتر از کشورهایی باشه که سربازی اجباری طولانی نداره. ارتش اسرائیل علاوه بر تجهیزات تولید داخل به فناوری‌ها و کمک نظامی آمریکا هم متکیه. آمریکا بر اساس توافق‌های امنیتی سالانه 3.3 میلیارد دلار کمک نظامی و حدود 500 میلیون دلار برای برنامه‌های مشترک دفاع موشکی اختصاص داده. اسرائیل منابع طبیعی خاصی مثل بعضی از کشورهای منطقه نداره، اما اقتصادش روی خدمات، فناوری، صنایع دفاعی، داروسازی و تحقیق و توسعه بنا شده. بر اساس داده‌های بانک جهانی تولید ناخالص داخلی اسرائیل توی سال 2025 حدود 611 میلیارد دلاره و درآمد سرانه مردم اینجا هم سالانه بیش از 60,000 دلار بوده. نرخ بیکاری توی اسرائیل حدود 2.8% گزارش شده. به همین خاطرم تقریبا هیچ کس اینجا مشکل کار پیدا کردن نداره. مهمترین موتور اقتصادی اسرائیل بخش فناوری پیشرفته است. توی سال 2025 این بخش 18.3% از اقتصاد اسرائیل رو تشکیل میداد و نیمی از رشد اقتصادی همون سال هم ایجاد کرد. به همین دلیل هم هست که اسرائیل با لقب کشور استارتاپ‌ها شناخته میشه. تقریبا نیمی از ساکنین 25 تا 64 ساله اینجا تحصیلات دانشگاهی داره و بر اساس آخرین آمارا اسرائیل از این نظر توی رتبه 8 جهان قرار داره. تحصیل تو مدارس دولتی شهریه نداره و اغلب دانشگاه‌های اینجام رایگانه. از طرفی با وجود هزینه‌های بالای زندگی، اسرائیل در گزارش شادی جهانی سال 2026 رتبه 8 به دست آورده. واحد پول اسرائیل شکل جدیده. حداقل دستمزد ماهانم تو سال 2026 به حدود 6444 شکل میرسه که میشه معادل 2130 دلار. اما با وجود این درآمدها زندگی توی اسرائیل اصلاً آسون نیست. اینجا مسکن، مواد غذایی و حمل و نقل هزینه بسیار بالایی داره و از این لحاظ اسرائیل بین گرونترین کشورهای توسعه یافته جهان قرار میگیره. اینجا توی رستوران‌ها و کافه‌ها انعام دادن یه قانون نانوشته است و معمولاً مشتری‌ها حدود 10 تا 15% مبلغ صورت حساب رو به عنوان انعام پرداخت میکنن. شاید عجیب‌ترین بخش داستان اسرائیل مدیریت آب باشه. محدودیت منابع آب باعث شده اسرائیل سرمایه‌گذاری زیادی روی شیرین‌سازی آب دریا، آبیاری قطره‌ای و بازیافت فاضلاب انجام بده که البته خیلی هم موفق بوده و امروزه حدود 90% از فاضلاب این کشور تصفیه و دوباره استفاده میشه. بخش بزرگی از اونم به کشاورزی میرسه. این فناوری‌ها به اسرائیل کمک کرده با وجود آب و هوای خشک و زمینای محدود بهره‌وری کشاورزیشون رو تا حد ممکن بالا ببرن و مقدار قابل توجهی میوه، سبزیجات و محصولات کشاورزی تولید کنن. زندگی روزمره توی اسرائیل تا حد زیادی تحت تاثیر سنت‌های یهودیه. هفته کاری معمولاً از یک شنبه شروع میشه و جمعه هم کوتاه‌تره. از غروب جمعه تا غروب شنبه مراسم شابات یا روز استراحت یهودیان برگزار میشه. یهودیای مذهبی توی این مدت از کار کردن، رانندگی، روشن کردن وسایل برقی و بعضی از فعالیت‌های روزمره خودداری میکنن. البته میزان پایبندی به این باور تو همه جای کشور یکسان نیست. تو بعضی محله‌های مذهبی روز شابات خیابون کاملا خلوت میشه. به همین خاطرم خیلی از فروشگاه‌ها و خطوط حمل و نقل عمومی تعطیله. حالا این در حالیه که تو شهرهای سکولارتر بعضی رستوران‌ها، مراکز تفریحی و سرویس‌های حمل و نقل همچنان فعالیت دارن. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که ممکنه تو برخورد اول توجه یه خارجی رو جلب کنه، شیوه مستقیم صحبت کردن اسرائیلی‌ها است. تو بعضی محیط‌های کاری مخالفت سریع یک کارمند با مدیر یا بحث توی یه جلسه مهم لزوما بی‌احترامی محسوب نمیشه، چون اینجا این نوع صحبت کردن برای خیلی‌ها نشونه صداقت و راحت بودنه، هرچند که ممکنه برای یه خارجی کمی خشن یا حتی گستاخانه به نظر برسه. حالا به علاوه این رفتارهای اجتماعی، بعضی باورهای عامیانه هم هنوز بین بخشی از جامعه دیده میشه. برای مثال یهودی‌ها به چیزی به نام عین هاقا یا چشم زخم باور دارن. یعنی بعضی از افراد بعد از تعریف کردن از یه بچه یا شنیدن خبر خوش، عبارت بیلی عین هاقا رو به معنی دور از چشم بد به کار میبرن. نماد دست یا همسا و گاهی بستن نخ قرمز به مچ دستم برای دور کردن بدشانسی استفاده میشه. بعضیا حتی بعد از شنیدن یه اتفاق خوب 3 بار صدای شبیه پو 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 در میارن. تا یه وقت
چشم نخورن. این رسوم بین همه یهودی‌ها رایج نیست و بیشتر به بعضی جوامع و خانواده‌های سنتی مربوط میشه. ضمن اینکه اکثر این باورها تو فرهنگ‌های مختلف خاورمیانه هم دیده میشه. تنوع قومی و مهاجرت گسترده روی آشپزی این کشور هم تاثیر زیادی داشته. آشپزی اسرائیلی ترکیبی از غذاهای خاورمیانه، شمال آفریقا، عراق، یمن، اروپای شرقی و مدیترانه. چون یهودیان مهاجر غذاهای کشور مبدأ خودشون هم همراهشون آوردن. یکی از محبوب ترین غذاهای اسرائیل شاکشوکا است. تخم مرغی که داخل سس گوجه فرنگی، فلفل و ادویه پخته میشه. ریشه این غذا مربوط به شمال آفریقا است که مهاجرای یهودی اونو تو اسرائیل محبوب کردن. غذای معروف دیگه سابیچه، ساندویچی با بادمجان سرخ شده، تخم مرغ آبپز، سالاد، ارده و سس انبه که از سنت‌های غذایی یهودیان عراقی وارد اسرائیل شده است. دیوار غربی یا دیوار ندبه در بیت المقدس یکی از مقدس‌ترین مکان‌های یهودیان. مردم هم گاهن دعاها و آرزوهای نوشته خودشونو داخل شکاف‌های این دیوار قرار میدن. دریای مرده هم به دلیل شوری بسیار زیاد و مواد معدنی یکی از معروف‌ترین جاذبه‌های طبیعی منطقه است. تل‌آویو شهریه که با ساحل، زندگی شبانه و رویدادهای بزرگ دگرباشان جنسی شناخته میشه. چون گفته میشه اینجا تقریباً 25% جمعیت شهر هم جنسگران. همین تفاوت‌ها هم باعث شده اسرائیل یه چهره ثابت نداشته باشه. بسته به اینکه وارد یه محله فوق مذهبی بشی، کنار ساحل قدم بزنین، به یه شهر عرب نشین برین یا از یه فروشگاه فناوری بازدید کنین. تو هر کدوم از اینا با سبک زندگی کاملا متفاوتی روبرو میشین. این کشور تو کمتر از 8 دهه توی فناوری، کشاورزی، پزشکی و مدیریت آب پیشرفت‌های زیادی کرده. اما در کنار این دستاوردها مسئله فلسطین، گسترش شهرک‌ها و مناقشه بر سر بیت المقدس همچنان بخش جدا نشدنی داستان اسرائیل. شاید مهمترین نکته درباره اسرائیل همین تناقض باشه. کشوری بسیار کوچیک با تأثیری بسیار بزرگ، سرزمینی پیشرفته و ثروتمند که همچنان با عمیق‌ترین مناقشه سیاسی خاورمیانه زندگی میکنه.